استقلالیت دولتی بهترین دستاورد ملی ما در عصر 21 می باشد که با شرافت آن مقام تاجیکستان عزیز در عرصه بین المللی بلند رفته یک قطار سنت‌ها و جشن‌های ملی در مثال عید صده احیا گردیدند که آموزش و ترغیب و دعوت نسل امروزه جهت ارج گذاشتن به این آثار گرانبها وظیفه هر یک فرد بیداردل وطن دوست دانسته می شود. بینندگان عزیز، این حال ما در باغ فرهنگی و فراغتی دوستی خلق به نام ابوالقاسم فردوسی قرار داریم. صبح امروز باشد مراسمی با تنتنه تجلیل از عید قدیمی و ملی ما صده که افادهگر جاویدانگی خورشید و رمز آتش و گرمی می باشد با یک شکوه و شامت خاصه آغاز گردید. چون انعنا امسال نیز در جمهوری جشن صده تجلیل گردیده ایستاده است و مردم مهنتخرین تاجیک با یک دلگرمی وحدتشیارانه و عزم قوی به جشنگیری آن کمر بستند. صبح امروز نیز تجلیل این عید ملی و تاریخیمان در پایتخت دلربای کشور شهر دوشنبه در فضای عیدانه شروع گردید که دهقانان نمونه‌های زیادی نهال‌های میوه‌دهنده و سایه‌افکن و محصولات کشاورزی را به معرض تماشا گذاشتند. در گوشه دیگر محصول دست رنگارنگ هنرمندان و شیار و آویزه‌های زیبا به جشنواره حسن دیگر ضم نمود. امروز در سراسر تاجیکستان و در پایتخت جمهوری ما شهر دوشنبه یعنی در باغ فردوسی جشن صده را قید کرده ایستادیم. ما نماینده‌های ولایت سوخت در این جشن زیاده از 50 نفر هنرمندان را آوردیم و آنها محصولات استحصال دستی خود را در اینجا معرفی می‌سازند. محصولات دستی از جمله محصولات دوزندگی، کارسازی، محصولات آهنگری، چوبکاری، کنده‌کاری و دیگر اشیاهایی که با خود دستی هنرمندان ولایت سوخت ساخته استحصال کرده شدند در اینجا معرفی میکنند. در جای دیگر هر گونه طرح‌بندی‌های حرکت کننده که فعالیت استحصالی محصولات کشاورزی و طرز آبمانی درست زمین‌ها را نشان می‌داد، منظور ساکنان و مهمانان گردانیده شد که آنها با یک ذوق بلند از محصولات عیدانه دیدن نموده یک جهان تأثیرات تازه برداشتند. باید گفت که صده یکی از جشن‌های موسمی و مراسمی مردم آریای تبار از جمله نیاگان تاجیکان میباشد که همچون رمز آمادگی به کشت و کار بهاری و مژده نوروز پذیرایی میگردد. جشن صده هنوز در پایتخت مملکت ادامه دارد و شما می توانید در پیگیری از سنت‌های نیک نیاگان که یکی از رمزهای صده می باشد یک دلانه بهر تجلیل ارزنده و سازنده آن کمر بندید.